سلام دخترا، چطورید؟ من اومدم با یه هدبند خیلی خوشگل ناز. شما فقط این کناره رو داشته باشید. میبینید؟ خیلی خوبه. با اضافه کامبا بافتمش. آره، من سحر قورچیان هستم و اینجا بافتنی قشنگ است. با یه کلاف 100 گرمی بهتون یاد دادم که اسکارف ببافید. خوشگل و نازه. آموزشش روی کانال هست، میتونید ویدیوهای قبلی رو ببینید. این قسمت پشتش بازه که موها بیرون میاد. با بقیه کلافش این هدبند خوشگل رو بافتیم که هم میتونه مردونه باشه هم میتونه زنونه باشه. برای آقایون از رنگ‌های مناسب استفاده کنید، اوکیه. و یه کوچولو نخ موند که اونم تبدیل شد به این هدبند زیبا. چون که نخ من کم بود این سایز در اومد که برای 2-3 سال خوبه. شما میتونید بزرگتر و حتی پهن‌تر ببافید با هر نخی که دوست دارید ببافید. قبلش برام یک کامنت بذار. ممنونم از همراهیتون، محبتاتون تو کامنت آموزش‌های قبلی. خیلی دوستتون دارم و خیلی ازتون انگیزه میگیرم. این خوشگل ناز کریسمسی رو هم ببینید. یلدایی هم هست. هرچی برای کریسمس ببافم برای یلدا هم خوبه. نخ من آلیز بیبی بست هستش، اضافه نخ همون مدل اسکارف و کلاه که گفتم بهتون نشون دادم. شما میتونید از هر نخی که دوست دارید استفاده کنید دیگه. حالا فرق نمیکنه ضخیم باشه نازک باشه، هر کدومش زیبایی خاص خودشو داره. من برای این بافت 21 دانه سر گرفتم. با توجه به اینکه نخم باقی مانده نخ هستش، یه تعدادی که در نظر گرفتم که پهناش حدوداً 6 سانت بشه و اینکه کافی باشه برای طولی که میخوام ببافم به دور سر برسه. حالا شما نگاه کنید دوست دارید نازک باشه، پهناش لاغر باشه یا نه قشنگ روی سر رو پیشونی رو بپوشونه. خوشگله، با نمکه. هر کدومش یه نمای خاصی. سر گرفتم مثل همیشه نخ رو روی دستمون نگه میداریم، از این سمت پیچ میدیم و شروع میکنیم به سر گرفتن. از این حلقه رد میشیم، بالایی رو میگیریم. میدونیم که این حلقه ها باید ما بینش یه فاصله‌ای باشه که به هم نچسبه، سفت نشه. با اون اولیه 2 4 6 7 گفتم 21 20 تا 20 آره زوج باید باشه، حتما باید زوج باشه. 2 4 6 8 10 11 12 15 16 17 18 19 میرسه 20 دانه سر گرفتیم. انتهای نخ رو گره میزنیم، برمیگردیم. خب میخوام بهتون یه نکته خیلی خوب یاد بدم که ابتدا و انتهای بافتمون خیلی خوشگل در بیاد. من اصلا متوجه نمیشیم که از کدوم سمت بافته شده. باحاله. ببینید این نخ به همین صورت میذاریمش کنار دانه اول. میبینید ما بین اول و دوم اینجا نخ رو گذاشتم. وقتی که میخوایم دانه اول رو نبافته بگیریم این نخ رو هم میگیریم. نخ پشت بافته. دانه اول زیر بافته میشه، یعنی دانه دوم در اصل. دانه بعدی رو و این بافته کش بافت تا انتها تکرار میشه. پس میشه زیر رو، زیر رو، دانه زیر، دانه رو. از سمت چپ واردش میشم زیر میبافم، از سمت راست وارد میشم رو میبافم، همینطور تا انتها میبافم. میرسیم به دانه های آخر، زیر رو و دانه آخر زیر از سمت چپ بافته میشه. این رج اول بافته. برمیگردیم دوباره همون کار تکرار میشه. نخ رو میذاریم اینجا،
ما بین دانه اول و دوم و وقتی میخوایم نبافته بگیریم نخمون رو هم میگیریم. به اصطلاح ژوته، نخ اضافه. دوباره زیر میبافیم. از این رژ دیگه دانه های زیرمون رو معمولی میبافیم، همون رژ اول بود، فقط از سمت چپ میبافیم. زیر میبافیم، رو وارد دانه میشیم، زیر، بعدی رو. همینطور میبافیم تا برسیم به دانه آخر که یه نخ اضافه هم کنارش هست. ببافم برسم. برای لبه سجاف ژاکت و اینا هم خیلی قشنگ میشه این بافت، این تکنیک. الان رسیدم بهش. یه دانه آخر هست، یه دونه اون نخ اضافه که ژوته هستش. این دوتا رو با هم از سمت چپ وارد میشیم و زیر میبافیم. حالا میبینید به چه صورتی در اومد؟ سه‌بعدیه، کنجه، خیلی باحاله، دوستش دارم. و همین رژی که الان بافتیم تکرار میشه. چه مدل ساده‌ای براتون آوردم. نخو میذاریم ما بین دانه اول و دوم نبافته به میل میگیریم، میشه دانه و یه ژوته، زیر رو تا انتها بافته میشه. زیر و رو میبافیم تا دوباره برسیم به اون دانه آخر. خیلی مدل‌های مختلف میتونیم روی این هدبند پیاده کنیم، اما این ساده ترینشه و اینکه من نگرانم نخم کم بیاد، پس باید یک مدل ساده انتخاب میکردم. به امید خودتون آموزش‌های بعدی مدل‌های دیگه هم بهتون میگم. زیر رو رسیدیم به این دوتا، باز از سمت چپ وارد میشیم و زیر میبافیمش. همین بافت رو باید ادامه بدیم تا حدوداً 3-4 سانت کمتر از دور سر. حالا دیگه دور سر بستگی به سایزی داره که شما دارید میبافید. ببافم، ادامه بدم، برمیگردم میگم که چند سانت بافتم تا جایی که جا داشت. دیگه فقط 1 متر از نخ من باقی مونده. ببینیم چند سانت شد. دلاش میکنم، سانت بزنم. تقریبا 20 سانت و نیم میشه 41 سانت. خب با توجه به اینکه این سمتی داریم میبافیم، برای دور سر که مثلا من مد نظرم 50 بود الان یکم کمه، اما خب اشکالی نداره دیگه. این یه نمونه بود که من بافتم و از این کاموا هم استفاده کنم. برای بچه ها اوکیه، مثلا تا 10-12 سال اوکی میشه، اگه سایزشون کوچیک باشه. توپلی باشه که نه. ولی خب دیگه این کنارم ببینید خیلی خوشگله. خب دیگه پس شما بدونید که میگم دیگه مثلا برای 50 دور سر 50 باید حدودا 48 سانت 47 سانت حداقل ببافید. با توجه به اینکه الان میخوایم اینجا دونه ها رو کور کنیم و یک گره میفته، اون گره باز هم یکم خودش بافت رو جمع میکنه. به همین خاطره میگم 2-3 سانت، زیاد نباید کم بشه. شروع کنیم به کور کردن دانه ها. دانه اول رو نبافته به میل میگیرم، نخ رو میبرم پشت. دانه بعدی زیر بافته میشه و قبلی بالا کشیده میشه، دانه بافته از تو دلش بیرون. همین کار رو باید تکرار کنیم. زیر میبافیم، دانه قبلی میاد روی بافته تا انتها دانه ها کور میشن و بعد این دوتا ابتدا و انتها به هم دوخته میشه. بهم بگو تا اینجا اومدی کامنت برام گذاشتی؟ اگه کامنت نذاشتی همین الان برام یک کامنت پر انرژی بفرست که من برم سراغ آموزش بعدی. روی آموزش قبلی که بافت هدبند بود بهتون گفتم که من دارم با کدو از مدل کدو یه چیز دیگه میبافم. یادم رفت بهتون نشون بدم. الان یادمه و بافت رو همینجا کنار دستم گذاشتم که بهتون نشون بدم.
آموزش بعدی قلاب بافیه. یه مدل خیلی قشنگه، برای هر سایزی میتونید ببافیدش، خیلی هم راحته. اگه دوست داشتید میتونید کدو هم ببافید، کدو هالووینی. استایل پاییزی. دارم میرسم به دونه های آخر. فقط یادمون باشه این دانه آخر مثل قبل باید بافته بشه. از سمت چپ میبافیم و بعد دانه قبلی روی این دانه. شما باید نختون رو قطع کنید. نخ من دیگه آخرشه، همینو بیرون میکشم. اضافه نخی که مونده بود رو گرفتم روی سوزن. خب حالا ببینید، با دقت نگاه کنید. بافتمون رو تا میکنیم. به این صورت تا شده. این دوتا لبه روی هم قرار گرفت. حالا یکی رو میکشیم این طرف. این دوتا تا نصف باید روی هم قرار بگیره. به این شکل. اوکی. اضافه نخ رو میذاریم اینجا که داخل بافت قرار نگیره. اینجا پشت بافت هست. این بافت تا میشه به این سمت، این تکه تا میشه به این سمت. میبینید مساوی هم دیگه در میاد. این طرف تا میشه اینجا. این 4 تا لبه باید به هم دوخته بشه. یکی، دوتا، 3 و 4. از اون سمت یکی، دوتا، 3 تا، 4 تا. دونه دونه دانه ها به همین صورت با دقت بدوزید که مخصوصا ببینین این قسمت الان این نخه رو گفتم بذاریم این طرف، میکشیمش بالا. ببینیم حتما بره داخل بافت، بیرون نزنه. آخری محکم میکنیم. اینجا نخمون رو محکم میکنیم. و بعد میبریم داخل بافت.
این یکی نخ رو هم میگیریم روی سوزن میبریم داخل بافت. میگم کاش یه رج دیگه بافته بودم، نه ولی فکر نکنم برسه، نمیدونم. خب برگردونیم ببینیم که چی شد. به این شکل در اومد. گفتم حتی اگه بافت قلا بافی هم داشته باشید میتونید این گره رو روش پیاده کنید. خب فکر میکنم برای 2-3 سال اندازه باشه، ولی خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. شما هم ببافید، بلندتر ببافید. ولی خب دیگه این هم یه چیزی بود که من از این نخه باید استفاده میکردم. کلا عادت من اینه، دوست ندارم یه چیزی بدون استفاده بلا مصرف باقی بمونه. این یه تیکه نخی بودش که اصلا مورد دیگه استفاده قرار نمی گرفت. بهترین راه براش همین بود تا آموزش رو بهتون نشون بدم. خوب شد یادم اومد. خب چیزی که من دارم میبافم بهتون گفتم دیگه. از این کدو ایده گرفتم و رسیدم به این بافت قشنگ. این بافت قشنگ رنگشو دخترم انتخاب کرده. چطوره؟ بهم بگید. من میخواستم شیری ببافم که روشن‌تر بشه، اما دختملی گفتش که تیره بباف. به این چون رگه های مشکی داره این کانوا، گفت بهش بیشتر میاد. متخصص رنگ شناسی آنیسا دختر سحر. بریم برای آموزش بعدی. تا اون موقع خدا نگهدارتون.